سلام به بچهای خوب چنل من، یعنی دیمو. خیلی خوش اومد به این اولین ویدیوی طولانی من. اونم ویدیویی نیست جز ترقهای من برای چهارشنبه سوری 1403. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگر سوالی هم دارید یا درخواستی هم دارید داخل کامنت ها برام بنویسید، همه رو جواب میدم. دمتون گرم، خیلی عشقید، مخلصم. بریم سراغ ویدیو. آقا ما اینجا ترقار چیدیم و اینا، بریم برای سراغ معرفیش. اینا که کاربیتن و اینا با قوطی شیر خوش، توشونم کاربیت، سنگ کاربیت. و چون اینجا جا نمیشه اینو میفرستیم بره کنار. بعد اینجا دوتا فندک داریم، یه اتمی اینجوری، یه اتمی دیگه که این معمولی و اینا، حالا دیگه زیاد چی نیست. اینم اینجوری میشه تاشوه، اینم میذاریم کنار. یه 6 وسته کبریت، یه اهل دلاش میدونن دیگه واسه چیه. اینم باز میره کنار. اینجا هم یه این همه دیگه، تعدادشو نمیدونم واقعا. سیم ظرفشویی داریم، اشغال دیگه. این هم باز بره کنار. اینجا خالیشه واسه این عشق داداش. خب بریم برای باز کردنش ببینیم چیه توش دیگه. خب این از نامه کار که اینجوریه، میذاریمش کنار. خب آقا تو این 23 تا بسته تیر توفنگ ترقه است. یه اینم باز اهل دلاش میدونه. سمت اکیل سرنج آقا نرید. دوست دارید نارنجک بزنید برید تیر توفنگ ترقه بگیرید که خیلی خطرش کمه. اینم خطرناکه ولی خطرش خیلی کمتره. خب بریم سراغ ترقه. یه باکس دینامیت داریم اینجا، دینامیت خارجی. و دنسروس فیتیلش خیلی نه اصلا فیتیلش توه، ولی خوبش یه گچیه دیگه. جنس شناساش میدونه یعنی چی. این گچی. یه بستم 7 ترقه یا همون شکلاتی. یه باکس پروانه داریم. 2 تا بسته 6 زمانه. یه بسته توپی بزرگ و یه بستم سوتی داریم. بیاد اینجا. این دیگه چی داریم این تو؟ یه باکس هم شیافی داریم یا همون بلوطی، رنگش هم قرمزه. این قرمزه ها جنسشون خیلی خوبه. البته امسال شیافی ها خیلی بد شدن، یه خط درمین کار میکنن دیگه. اینم بیاد کنار. یه باکس تیتان داریم اینجا، اینم رخ کار. خب بده سر جاش. اینم بیاد اینجا وای میسته، رخ کار خیلی خوشگله جواش. یه باکس هم سیگارت داریم، سیگارت گرگی. توی این باکس 10 تا بسته 60 تاییه. اینم بیاد اینجا. خب کپسولی مارک تورپیل اینجوریه، جنسش خوبه، صداشون هم باحال خفنه. از این یه دونه نداریم، 2 تا هم نداریم، 3 تا هم نداریم، 4 تا هم نداریم، 5 تا داریم. اینم بیاد اینجا. بسیم اینجا بزنیم و جلوی دوربین رو نگیره. یه باکس اسکلتی سوپر بوم داریم یا اون سوپر اسکلتی یا هر چی که اسمشو میگید. 2 تا ازش استفاده شده. اصلش نیست ولی کیفیتش خوبه، بد نیست. یه باکس دینامیت گاوی داریم، اینا کیفیتش خیلی خوبه.
اون کوچولو یادم رفته بود. یه بکسم بومبک کامل تا موشمش پاره شده میذاریم اینجا. اما اصل کار یه بسته 2 بسته اسکلت آمریکایی داریم. آقا اینم بود از ترقای من برای چهارشنبه سوری 1403.